صدای اولی تکبیر از زبان عمر شنیدیم، بعد از آن خاموش ماند. الله اکبر گفتم برابر در نماز در آمدن، ابو لؤلؤ میگوید با آن خنجر زهرآلود خود 3 بار در شکم حضرت عمر زدند. 3 بار. حضرت عمر یک باره میگوید خاموش ماندند و در محراب میگوید افتیدند. صحابه ها میگوید نماز نبریدند، بلکه حضرت آواز داد عبدالرحمن ابن عوف هست؟ گفتن هست. گفت پیش در آن نماز خوان که کدام سگ ما را گزید. حضرت عبدالرحمن آمدن نماز میگوید بسیار بسیار سبک خواندند. حضرت عمر با همون خونهای میچکیدگی از بدن نماز